اول اجازه میخوام از بزرگوارم آرود و مارود. دوستان عزیز، یک طلسم خیلی از کتابای قدیمی است. از کتابای خود ممکن است استاد ما را از طرف اصفهان ایران دم روان کرد از کتاب خودش. او کتاب خودم خواندگی هستم دسته پیرم دیگه. اینی رقم یک کتاب است دوستان. طلسم روان کردم دیگه. هر رقم طلسم پریان می آید در اینترنت دوستان نوشته میکنم. وضعیتتان اینا خراب میکنه دوستان. نمیفهمین چه رقم نوشته میکنن، چه رقم نوشته میشم. خودمو کسی که همی عکس مانده، مو فیلم مانده، مو خودش نمیفهمه در این مورد چه رقمی طلسمات نوشته میشه. اینی رقم است طلسمای خراب یهودی را به نام هر نام برتان میته. طلسم پریانو یکیش میایه. اینی رقم یک طلسم برتان میته. Ich habe den Tracker in meiner Handtasche gefunden. Und deine Tochter hat... Meine Tochter hat gar nichts. Ich habe sie vor 15 Jahren für ihre Familie schützen müssen. ببخشین که کمی خراب شد اینجا جایش. در چیز از اینی طلسمات اینی به نام پریان گفته میشه. دیگه رقم است یک سایر میایه اینی طلسم میگه اینی رقم نوشته کنین. باز کی را نوشته کدی باز نمیفهم. دیدیم خیلی آره نمیفهم. 7 و 9 اینی رقم یک طلسم براتان نوشته میکنه. اینی رقم اینی ها نوشته میشه. این تو یک چیزی نوشته میکنه در اینترنت میمانه. شما را میگه نوشته کنیم. در اصل این کلشان خراب است. یک طلسم پریان زیاد است ولی بعد جمع جورش نمیفهم. کپی از این کپی نیست از این کتاب دیگه. خیلی هست کپی کتابشان کپی است او به درد نمیخوره دیگه. طلسمات اصلی پریان که هست اینمی طلسمی که از کتاب استاد در ما روان کردم خودم هم اینی طلسم پریان اصلش هست. اینی اصلش هست. کسی که ایره نوشته میکنه پاک باشه، بدنش پاک باشه. دمو جایی که نوشته میکنه جایش پاک باشه. این طلسم نوشته میتونه بکنه. کسی که موکل هم نداره بیادر نوشته نکنه. این رقم طلسم اینا سرسخت طلسم هست دیگه. درکی که نوشته کنی باز خودتان میبینین دیگه چه رقمی کش میشه طرفتان میایه. معشوقتان باشه، هر رقم نفری که باشه رفته باشه این پس در پیشتان میایم. خیلی یک طلسم سرسخت است. من از این طلسم خودم استفاده کردم. از این طلسم 4 صفحه نوشته میشه. 4 تا امی رقم نوشته میشه. یکیش در دم خانه طرف گور میکنین. اگه خانهش رفت آمد دارین در خانهش میندازین. یکیش هم در پیش خودتان میگیرین. 2 رقمش دیگهش هست. امی رقم نوشته میشه ولی کردار و نوشتهش کمک فرق میکنه و 2 تاش دودی گفته میشه. و 2 تا هم یکی را از نماز صبح خوانده دود میکنی، یکی را هم شام دود میکنی. این 2 طلسم هست. 4 طلسم میشه. این طلسم ها را که نوشته کنی باز خودتان میفهمین چه رقم هست. کسی که طلسم کار داره در ما آدرس نمبر واتساپ داریم. ما در واتساپ فقط تماس بگیرین. در واتساپ صدا بانین ما جوابتان میتیم. غیر از او دیگه این رقمی که در ما 24 ساعت نصف شو میشه زنگ میزنن. اینی رقم از مشکلاتشان رو میگه بیادر نصف شب هست شما خواب دارین بیدار هستین. چه رقم انسان هستین شما؟ نصف شب زنگ میزنه. این ساعت یک مشتری دما زنگ زده از طرف فرانسه.
افغانی های خود ما. دیگه این ساعت 12 شب در ما زنگ زده بود. یکی دیگه هم از فرانکفورت زنگ زده 2 شب. 2 شب ما چه رقم بخیتم در تو گوشی را جواب بدم. واتساپ صدا میمانی، هر رقم تلسمی که کار داری تلسم نوشته میشه. ما فالگیر نیستیم برای شما سر کتاب بگیریم، فال بگیریم یا چیز بگیریم. ما تلسم نوشته میکنیم. تلسم های سرسخت سیاهی به نام شواتمگ نامش هست دیگه. تلسم هایش خیلی قوی هست. هر رقم تلسمی که بخواین ما براتان نوشته میکنیم دیگه. اینی تلسم اصل پریان این امی تلسم هست دیگه. از این اصل تر پیدا نمیشه دیگه. او تلسم ها را که در تیک تاک بیارن، در فیسبوک ها نشان میتن، در اینستاگرام نشان میتن، از این تلسم پریان نوشته کنین کلشان ما دیدیم. او تلسماش هیچ به درد نمیخوره. هر کی که نوشته کنه خود در سرگومی میندازه، یک در خانوادهش هم یک ضرر میرسه. این همی تلسم اصل پریان این همیست از کتاب قدیمی اسپان که همی استاد ما که خانش هسته. این کتاب عکسش گرفته در ما روان کرده، باز ما ای را در روی برگه نوشته کردیم. اینی رقم یک تلسم یهودی است، تلسم سرسخت پریان است دیگه. امو استاد ما که در زیر دستش کار میکنیم امو دیگه امو یهودی ها اسپان هسته. حالا ما رقم استاد داشتیم، چیز داشتیم، پاکستانی داشتیم، هندی داشتیم، مصری داشتیم، هر رقم بوده در پیش ما دیگه. باز حالا این استاد ای را چند وقت از پیش همی کار میکنیم. این تلسم خوب سرسخت است دیگه. از این تلسمات سرسخت خوب که کار داشتین دیگه در ما تماس میگیرین، در واتساپ ما صدا میمانین، ما پیجتان اعلام میکنیم، صدایتان میشنویم، باز جوابتان میتیم چه رقم تلسم کار دارین دیگه. یکی از سنگ موکل دار و یه چیزار هم که کار داشته باشم، قیمتش اگه بخواد باز کلاورداری در این کار، کلاورداری اقا زیاد است. هر کی که در پیشش بری یک گپ میزنه. ما خودم در این چندین سال است در این علوم غریبه همین رقم درسش خواندیم، درسایش میخوانم و بیادر. ای تو کلاورداری است نمیفهمم. پوست گو است، گوسپند چه رقم میکنن، ای تو میکنن مثل کفتار ناموسش یا ناموس گرگ واری جور میکنه، دورش که پارچه سرخ میدوزه در شما میته، با شما میگه در شما میگه این چیز وجدان ناموس گرگ است. این رقم نیست ناموس گرگ. او رقم که هر کی بیای ناموس گرگ سودا کنه. در این کار کلاورداری بسیار است دیگه. وشتانه بگیرین. این همی تلسم سرسخت پریان است، خیلی یک جذب داره. 1 سال هم رفته باشه معشوق، 2 سال هم که رفته باشه از این تلسم استفاده کنین کار میته دیگه. تلسم خوب سرسخت است دیگه. اینی بالا که میایه، بالا که خالی است، نام خودت، نام مادرت دیگه. اینی پایان که نام امو معشوقت که رفته، نام مادرش، باز نام مادرش یاد نداشتی تو چه رقمش زنت بود و چه رقم نام مادرش یاد نداشتی. باز اگه یادم نداشتی نام مادرش میتونی نام مادرش هوا بزنی، بی هوا یا هوا دیگه. این رقم هم میشه. نام خودش باید بفهمی دیگه. در اینجا نوشته میشه 4 رقم نوشته میشه، 2 رقمش دودی جور میشه، او در یک امی رقم نوشته میشه، کلماتش کمک فرق میکنم دیگه. اینی تلسمات ماست. هر کدامتان که از این تلسمات کار داشتین شماره واتساپ ما در اینترنت پیدا میشه، در تیک تاک امی رقم، در
فیسبوک کمی رقم، در یوتیوب همی رقم کالان داریم. در کالان ما برین، کالان لایک کنین، سابسکرایب کنین تا که ما طلسمات بسیار سرسخت، طلسمات سیاره که در هیچ سرکتابی معلوم نمیکنه، در هیچ کتابی در پیش هیچ کسی پیدا نمیشه، در پیش ما پیدا میشه. باز ما نوشته میکنیم خودتان کسی که در این کار باشه برای این طلسم از هر کتابی که پیدا کرد، این همی رقم یک طلسم پیدا کرد و آورد، این همی طلسم پریان است. باز ما برای یک طلسم سرسختی که بخواد ما برش کادو میتیم. دیگه طلسم که فقط از او کتاب برآمده، او کتاب هم فقط یک 3 جلد است، یکیش در دست خودش است و 2 تا دیگهش هم دمینجا است، حال نمیفهم در پیش در دست کی است، اویش خبر ندارم، از یک جلدش خبر دارم. دیگه نیره از یک جلدش که عکس گرفتن امروز بر ما روان کردم، ما نگارش کردیم، میره برای شما ماندیم. شما میتونین در شماره واتساپ ما تماس بگیرین، طلسمات هر رقم طلسماتی که کار داشتین ما برای شما در خدمت هستیم، نوشته میکنیم. السلام علیکم.